تو هم این پسرم علیرضا، من به پسرم میگم علیرضا خوشگله. بله. میتونم به تو هم بگم قاضی خوشگله؟ نه قاضی خوشگل رو به مرد آخه اولا خوش تیپ بعدم شامل حال من نمیشه. چرا؟ خدا رو شکر خوش تیپ و خوشگلی. آقای قاضی حق ندارم داد بزنم. شما جای من بودی عشق زندگی تو این حال و روز میدیدی. ولی چقدر خوبی که برای شما همسرت اینقدر دوست داری. خیلی دندونایی که برام میسازه خوب باشه. من تو عصرای بعد هفته بعد خوبه آج خانم. برای نیام دوباره در مطبت بسته باشه یا ما رو راه ندن یا مرشد ادا اطفال برامون بیاد دوباره ما رو نپیچونی. اگه یه دفعه دیگه بریم در مطبش ما رو راه نده یا جوابگو نباشه دوباره میام خدمت شما باید باشون برخورد کنید. چشم ممنونم. بفرمایید. خیلی ممنون.